سلام، پرس حسینی‌ام و توی ویدیو این جلسه می‌خوایم که اعداد رو یاد بگیریم. برای یادگیری اعداد در زبان آلمانی، اعداد 1 تا 9 و 10 تایی یا 10، 20، 30، 40 تا 80، 90. اگر اینا رو بتونیم به راحتی بیان کنیم و همچنین به راحتی بفهمیم وقتی که بیان میشه، خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم بقیه اعداد چه کوچیک چه بزرگ رو خیلی راحت‌تر تشخیص بدیم. خب از عدد 0 شروع میکنیم بچه‌ها. 0 در زبان آلمانی نول بیان میشه. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 میشه 9 در واقع و در نهایت عدد 10 دیم 11 میشه 11 12 میشه 12 13 میشه 13. نگاه کنیم بچه از 13 تا 19 انگار یه قاعده داره. خود عدد رو بیان میکنیم و یه 10 میگیم. 13 رو انگار میگم 3 10. 14 هم به همین صورت میشه یه 4 یه 10 یا 14 یا اینکه 15. 15 دوباره همون قاعده 15 16 16 یه کوچولو فرق داره. 16 به جای زکستین باید این اسش رو برداریم بگیم زکسیم. حواستون بهش باشه. 17 هم یه کوچولو استثنا داره. به جای زیبنسین باید بگیم زیبسین. 18 به قاعدمون برمیگرده 18 19 19. برای ادامه اعداد اول بیایم 20 تایی رو کامل بگیم. 20 میشه 20 30 میشه 30 40 40 oder 40 50 میشه 50 60 60 70 میشه 70 80 میشه 80 90 میشه 90. نگاه کنید اینجام دوباره انگار از یه قاعده پیروی میکنه. برای 60 و 70 همچنان اس و انش حذف شده. برای 20 و 30 کمی متفاوته. به جای 20 اگه بخوایم یه قاعده ازش بسازیم 20 داریم. اینجام حواستون باشه توی عدد 30 به جای است به جای در واقع ست ما استت داریم 30 ولی اینجا میگیم 20 40 یا خود عدد 100 هم بچه‌ها میشه 100. میتونیم 100 هم بگیم آینش هم برداریم مثل فارسی 100 میگیم 100 هم باز درسته. برای گفتن اعداد مابین اینا 20 تا 30 30 تا 40 و همینطور 90 تا 100 از یه قاعده پیروی میکنیم. 21 رو به عنوان مثال داشته باشیم بچه‌ها. ما توی زبان فارسی میگیم 20 و 1 اما در زبان آلمانی میگیم 1 و 20. یعنی اول یکان رو بیان میکنم بعد دهگان رو بیان میکنم و یه دونه و اون وسط میارم میگم ein و حواستون باشه اینجا eins اسش میفته میگم ein حالا باید و رو بگم und بعد 20 20 و این اعداد چسبیده به همه 21
20. 22 میشه 2 و 20. میگیم 22. 26 به عنوان مثال میگیم 6 و 20. درسته؟ 26. و همینطور هر عدد دیگه تو این بازه بخوایم بیان بکنیم. مثلا 33. میگیم 3 و 30. 3 und 30. 33. 37. میگیم 7 و 30. 37. 37. مثلا 43. میگیم 3 و 40. 43. یا 43. دوتاش درسته. مثلا 55. میگیم 5 و 50. 55. 67. میگیم 7 و 60. 7 und 60. 76. میگیم 6 و 70. میشه 6 und 70. و همینطور میتونیم تا 99 ادامه بدیم. میشه 9 و 90. 9 und 90. 100 هم که میشد 100 oder 100. خب بچه‌ها ویدیو این جلسمون تا عدد 100 رو بیان کردیم. در ویدیو بعدی عدد 100 به بالا رو هم براتون میذارم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. Bis bald!